یوسفی هستم، مدیر بازاریابی فروش شرکت سوپرپای. معمولاً سازنده ها توی شمال کشور دنبال چه چیزی هستند که متریال یونیک حالا توی حوزه شرکت خودتون رو عرض میکنم توی قسمت شمال کشور هستن که بیشتر در واقع خریداری میشه؟ در حقیقت توی ساخت و ساز معمولاً دو سطح، حداقل دو سطح در نظر گرفته میشه. یکی سطح متوسط و به پایین و متوسط به بالا. طبیعتاً وقتی که شما ساخت و سازتون متمایل بشه به سمت ساخت و سازهای خوب، متریال بهتر رو میگیرین و اگر دنبال ساخت و ساز ارزون باشین طبیعتاً متریال ارزونتر رو میگیرین. الان تو شمال کشور بیشتر میل به سمت ساختمان‌های بهتر هست، برای اینکه تقاضا بیشتر برای ساختمان‌های بهتر هست. درسته، متوجه شدم. و اینکه الان سازندگان یا مشتریان شما چه ویژگی خیلی براشون بولد شده که تو سالهای گذشته اونقدر بهش اهمیت نمیدادن؟ والا مشتریای ما تقریبا همیشه همون ویژگی که در حقیقت محصول ما داره رو دنبالش بودن. یعنی در حقیقت ما مخاطبمون ساختمان‌های مهندسی ساز هستن و ساختمان‌های با کیفیت خوب و برای ما این تغییری نکرده. فقط تفاوتی که کرده این هستش که به علت افزایش هزینه‌ها، به علت افزایش هزینه ساخت و ساز، طبیعتاً ترند به سمت کیفیت بهتر شد. 100% و همه افرادی که دارن توی این حوزه فعالیت میکنن به این سمت سوق داده شدن که بتونن محصول با کیفیت تری به مشتریانشون ارائه بدن. بله، البته کیفیت خب ناشی از چند تا چیز هستش دیگه. یعنی از تکنولوژی و مواد اولیه و دانش فنی و ماشینالات تولید و خدمات و کنترل کیفیت و اینا همه با هم چیزایی هستش که کیفیت روشه. درسته. چی میشه که یک تامین کننده یا یک تامین کننده مسائل ساختمانی به جای اینکه بخواد بفروشه به دنبال اینه که بخواد با مشتریش به عنوان شریک تجاری رفتار بکنه و یه همراهی طولانی مدت تری رو نسبت به اینکه فقط یک بار قراره مثلا بهش بفروشم دنبال بکنه؟ این سوال سختی واقعا. یعنی در حقیقت در تقریبا همه محصولات، نه فقط در محصولات ساختمانی، در صورتی که شما رضایت داشته باشین از خریدتون رو تکرار میکنین. این تقریبا توی همه محصولات اتفاق میفته، از جمله توی محصولات ساختمانی. ما معمولاً اتفاقی که افتاده برامون همین هست. یعنی مشتریانی داریم که 20 ساله 20 و چند ساله که از محصولات ما استفاده میکنن و دلیلش این هستش که اون انتظاری که داشتن یا فراتر از اون رو برآورده کرده براش. درسته. چه روند مثبتی به نظر شما توی این صنعت اتفاق افتاده توی چند سال اخیر که مثلا در گذشته همچین چیزی وجود نداشته؟ به نظر من توی رقابتی که داره اتفاق میفته، افزایش کیفیت و تمایل به سمت استفاده بیشتر از دانش مهندسی چیزی هستش که نمود داره. از مثلا فرض کنید معماری های بهتر، توجه بیشتر به معماری، تا در حقیقت تأسیسات بهتر و بقیه چیزها چیزی هستش که بازار داره به اون سمت میره. برداشتی که من از صحبتاتون دارم این است که الان به دنبال کیفیت هستن، به جای اینکه کیفیت شعار باشه داره به حقیقت تبدیل میشه. تمایل ها بیشتر به این سمت داره میره. بله درست. به عنوان سوال آخر میخوام به دوربین ما نگاه کنید و این رو پاسخ بدید. خونه رویاییتون چه شکلیه؟ نمیدونم، واقعا راجعش فکر نکردم. الان میخواین یه خونه برای خودتون درست کنین، هیچ محدودیتی نداره، چی کار میکنین؟ چه شکلی؟ فکر نکردم راجبش. آرامش، خونه باید آرامش داشته باشه.